سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی DLC ایران FC. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید که در مورد آموزش آمارهای بازیکن ها هستش. دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و کامنت یادتون نره. سابسکرایب هم دوست داشتید بکنید. زنگوله رو حتما فعال کنید تا اولین نفری باشید که میاد ویدیوی من رو میبینید. دوستان لینک کانال تلگرام هم اینجا زیر این ویدیو میذارم، حتما اون رو دنبال کنید. دور هم باشیم، گپ هم داریم. از سیزن بعد هم کلن خودمون رو میزنیم. خوشحال میشم که بیاید توی کلن ما و با هم باشیم. بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. دوستان آمار به چیا میگن؟ مثلا آقای کریستیانو رونالدو آماراشو ببینیم. به اینا میگن آمار. 8 تا چیزی هست که به اونا میگیم آمار. خدا بازیکنم که اوورالش 92 است. کریستیانو رونالدو این هستش آمارش. خب این آموزش برای اونایی که هنوز اول کارم و تازه دیرم لیگو بازی کردم و باز کردم و دارم بازی میکنم و تا حالا بازی نکردم. دوستان آمار اکانت خودم هم بهتون نشون ندادم. بریم که امروز هم آمار نشون بدیم هم آموزش بدیم. دوستان چارتای بالایی مربوط به مهاجما هستش. بیشتر مهاجما و دفاع میزنن. چارتای بالا رو ارتقای وزنه میزنن. برای هافبک ها هم که من الان کروس هم مثلا سوت میزنن. پایینی واسه هافبک هاست و دفاع ها هم پایینی ها رو میزنن. بریم که آمار اکانت خودم رو نشون بدم. آقای کریستیانو رونالدو سرعت و شتاب اولی ها هستن. 95 91 استامینا 86 استقامت 91 کنترل توپ 89 پاس 88 شوت 100 که از رونالدو بد در اومده آمارش، ولی خب چیکار کنیم، شوت 100 داده. تکل 51 آقای کلیانو امباپه سرعت شتاب 100 استامینا 100 استقامت 96 کنترل توپ 88 پاس 83 شوتینگ 97 تکل 31. آمار اکانت خودم دارم میگم. آقای لیونل مسی که واسه من نسخه 96 هستش. سرعت شتاب 93 97 استامینا 89 استقامت 79 کنترل توپ 97 پاس 93 شوت 93 و تکل 56. دوستان نگاه کنید، الان مسی من هم سوت خورده هم وزنه. آقای ویکتور اوسیمن سرعت شتاب 99 97 استامینا 87 استقامت 96 کنترل توپ 81 پاس 75 شوت 91 و اکسل 37. دوستان اوسیمن من فول بالا رو میده، 4 تا 100 بالا رو میده. خوش شانس باشم شوت 100 هم به من میده. آقای رافالیای فول وزنه من رو ببینید. سرعت شتاب 100 استامینا 100 استقامت 100 کنترل توپ 93 پاس 80 شوت 84 تکل 33. آقای فدریکو والورده که فول وزنه شده و مکس اسپید و شتاب 100 استامینا 100 استقامت 91. آقای والورده که 82 بودش که 92 شده، الان 85. کنترل توپ 82 پاس 82 شوت 79 تکل 77. آقای تونی کروس فول سوت که با این آمار میبینیدش فول سوت پایین داده به جز تکل 87 که نداده. بالا هم که 74 76 90 83. آقای سرخیو راموس بالایی ها 75 78 78 95. به ترتیب از سمت چپ دارم میگم. کنترل توپ 73 79 72 تکل 86. آقای ادر میلیتائو فول وزنه بالا 100 تکل 91 که فول وزنه شده و یک چند تا ارتقا بخوره فول میشه. آقای براستی هستش که دفاع هستش و قدش عالی هستش واسه دفاع و فول نمیده. این بازیکن آبی هستش. آقای آلیسون بکری که هیچ گولره. آقای سیمونه 83 86 80 66 کنترل توپ 77
73 71 37 مودریچ 67 81 75 62 کنترل توپ 90 92 72 74 آقای سردار آزمون 86 91 82 90 70 70 64 72 38 آقای برزوویچ 80 85 90 78 78 83 85 65 80 آقای مندی 100 100 91 85 82 84 51 79 سردار آزمون 88 94 89 76 68 68 67 42 آقای علیپور 83 69 79 68 70 66 70 44 آقای یاسین مونیکیچی آقای کاسمیرو 65 63 80 90 75 82 66 83 دوستان این بود از این ویدیو آموزشی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اینم آمار اکانت خودم که بهتون نگفته بودم و الان نشونتون دادم اکانت و آمارشو. لایک و کامنت یادتون نره. چنل ما رو حتما دنبال کنید. لینک کانال تلگرام رو پایین میذارم. حتما جوین بدید تا ویدیو بعدی. بدرود.